به نام یاد خدا. بر سلام دوستای عزیز. ویدیوی آخری اساسات فارماکولوژی را میخوایم براتون تقدیم بکنم. در این ویدیو قرار است روی تاثیرات ناگوار دوایی، سمیت دوایی، الرژی در مقابل دوا، تاثیرات متقابل دوایی و دواها و حاملگی صحبت داشته باشیم. اول دوستا، تاثیرات ناگوار دوایی چی است؟ شما میفهمید که دوا مساوی به زهر است. دوا مساوی به چی است؟ زهر است. یعنی دوا زهر است. از زهر زمان استفاده میکنیم که مجبور باشیم، یا تو بگوییم که ما تا زمانی که مجبور نباشیم به مریض خود زهر تطبیق نمیکنیم. پس دوا را زمانی تطبیق میکنیم که فایدهش بیشتر از چی باشه؟ ضررش باشه. دوا یا هر دوا مساوی به زهر است. هر دوا زهر است. پس زهر از زمان استفاده میکنیم که فایدهش بیشتر از ضررش باشه. در تاثیرات ناگوار دوایی ما دو اصطلاح را همیشه همراهش مواجه میشیم. یکی عوارض جانبی دواست دوستا و دیگه سمیت دوایی هست. عوارض جانبی تاثیرات غیر منتظره است. تاثیرات غیر منتظره دوا هست که با دوز عادی به وجود میاد. ولی سمیت دوایی چی است؟ تأثیر مستقیم دوا هست. تأثیر مستقیم دواست. این در دو حالت به وجود میاد. یا دوز دوای ما زیاد است، یا هم دوا را به مدت طولانی چی کردیم؟ تطبیق کردیم. عوارض جانبی دوا با دوز عادی به وجود میاد، ولی سمیت دوایی یا با دوز زیاد به وجود میاد یا هم با مدت زیاد. خب تاثیرات ناگوار و سمیت دوایی میتونه الرژی در مقابل دوا باشه، سمیت کبدی باشه، سمیت کلیوی باشه، سمیت بالای چشم باشه، سمیت بالای مغز استخوان باشه، تاثیر بالای رشن باشه که هر کدامش ما مورد مطالعه قرار میدیم. اول دوستا، الرژی در مقابل دوا چی است؟ الرژی یا هم حساسیت در نتیجه تاثیرات متقابل دوا یا هم میتابولیت دوا با عضویت تولید میشه. الرژی در حقیقت تاثیرات متقابل دوا یا هم میتابولیت دوا با عضویت است. مکانیزم تولیدی الرژی چگونه است دوستان؟ فرض بکنین یک انسان است. دوا جسم بیگانه است یا هم جسم اجنبی است. شما دوا را میتین به این مریض، صحیح؟ دوا میآید از عضویت این مریض پخش میشه. بعضا پیش میآید که در مقابل اینمی دوا مریض چی میسازه؟ از خود انتیبادی میسازه. چرا انتیبادی میسازه؟ چون دوا یک جسم بیگانه است، یک جسم اجنبی است. وقتی که به بار دوم، خب بار اول بود نه، به بار دوم امی دوا اینجا بیاید، اینجا انتیبادی آماده هست میآید که این دوا یک جای میشه، یک عکس العمل الرژی را به وجود میاره. این حال دوستا، این دوا دو حالت داره. اگر دوا را مولکول هاش بزرگ باشه، یعنی به این اندازه باشه، مستقیم میتونه تولید انتیبادی بکنه، در نتیجه الرژی را به وجود بیاره. ولی اگر مولکول دوا کوچک باشه، با یک پروتئین عضویت یک جای میشه، با یک پروتئین عضویت که یک جای شد، بعد از او تولید انتیبادی میکنه و بعد از او چی را به وجود میاره؟ الرژی را به وجود میاره، که دینی حالت به دوا هپتین گفته میشه.
هپتین گفته میشه، چون مستقیما کلان نیست که تولید انتیبادی بکنه الرژی را به وجود بیاره، باید پروتین عضویت یک جای میشه، باز تولید انتیبادی میکنه، بعد از او الرژی را به وجود میاره. تولید عکس العمل الرژی چگونه است دوستان؟ در تولید عکس العمل الرژی ما توقع داریم که مریض با الرژن یا با دوا چی شده باشه، مواجه شده باشه. پس میگیم که در دفعه اول خب به وجود نامد، نه دفعه اول به وجود نامد. ما توقع داریم که بعد از تطبیق 2 یا هم 3 دوز دوا چی شوه؟ الرژی حاصل شوه. ولی بعضا پیش میاد که به بار اول چی میشه؟ حساسیت ایجاد میشه یا هم الرژی ایجاد میشه. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که مریض به صورت غیر مستقیم قبلا با دوا چی شده؟ با دوا مواجه شده. یعنی چی؟ یعنی مریض به صورت غیر مستقیم دوا را نگرفته، ولی در یک محیط رفته، مثلا در محیط شفاخانه یک دوایی را استشمام کرده و رفت از طریق استشمام یا از طریق تنفس دوا داخل عضویت شده، در مقابلش آنتیبادی تولید شده ولی خود مریض خبر نداره. یا هم مریض از یک محصولات استفاده کرده که دوا وجود داشته، مثلا از شیر گاو استفاده کرده و گاو قبلا چی شده بوده؟ امو دوا را گرفته و مریض در مقابل آنتیبادی تولید کرده. وقتی که به بار اول شما دوا را میتین میبینید که حساسیت ایجاد شده. انواع الرژی چگونه است؟ الرژی انواع زیادی داره ولی اینجا ما همین 2 دانش مورد مطالعه قرار میدیم. یکی اوتو الرژی است یا هم الرژی خودی میگه یا هم حساسیت خودی. چی رقم هستی دوستا؟ قبلا گفتیم که دواهایی که بزرگ است یا دواهایی که مولکول بزرگ دارن به صورت مستقیم میره الرژی را ایجاد میکنه، ولی دواهایی که به شکل هپتین است یا هم خرد است و با یک پروتین یک جا میشد. دوا جمع یک پروتین عضویت یک جا میشد، بعد از اون میرفت الرژی را به وجود می آوردن. بعد از اینکه الرژی خلاص شد یا عکس العمل الرژی توقف کرد، عضویت میاد کتینی پروتین یک محاسبه میکنه، میگه دوا خب بیگانه بود ولی تو خو از خودم بودی، تو چرا تو یک کار کردی برای مقابل با دوا یک جا شدی و الرژی را به وجود آوردی. بینیمی الرژی که بعدن عضویت با پروتین خودش ایجاد میکنه یا الرژی که در مقابل پروتین خودش ایجاد میشه، این میره اوتو الرژی میگن یا هم الرژی خودی. الرژی متصالبه چه رقم است؟ مثلا دوستو فرض بکنین که دوای A است، دوای B است، دوای C است، دوای D است. تمام یا دوای یک خانواده است. دوای یک خانواده است یا از یک فامیل است. هرگاه عضویت در مقابل A الرژی داشته باشه، با تطبیق B هم الرژی حاصل شوه یا با تطبیق D الرژی حاصل شوه، بینیم الرژی متصالبه میگه. به این معنا که عضویت با یک گروپی از دواها حساسیت داره. دیگه از تاثیرات ناگوار دوا میتونه سمیت بالای چشم باشه. یک تعداد دواها بالای چشم چی داره؟ تأثیری سمی داره. مثلا تطبیق دوامداری دوای کلوروکین، یک دوای ضد ملاریا هست، یا هم هورمون‌های استروئیدی باعث سمیت بالای چشم شده میتونه. بعضی دواها سمیت کلیوی دارن، یعنی بالای کلیت تاثیرات سمی داره. مثلا دوستا بعضی دواهای انستتیک یا هم دواهای بیهوشی.
بعض دواها سمیت کبدی دارن، یعنی بالای کبد تاثیرات سمی دارن. یا مثالش بعض دواهای انستیتیک یا هم دواهای بیهوشی. بعض دواها سمیت بالای مخ عظم یا مغز استخوان دارن. مثالش دوای کلورو امفنیکول است. بعض دواها باعث حساس شدن جلد در مقابل نور میشه، مانند دواهای تتراسیکلین. بعض دواها تاثیرات بالای وظایف تناسلی مردان دارن، مثل دواهای ضد افسردگی. بعض دواهای ضد افسردگی، تمامش گفتن نمیتونیم. بعض دواهای ضد افسردگی. بعض دواها تاثیرات ناگوار بالای رشیم یا جنین داره که گروپ های دوایی به اساس تاثیراتشان بالای رشیم یا بالای جنین به 5 گروپ تقسیم میشه. A است، B است، C است، D است و X است که تمامشان به تفصیل در آخر ویدیو میخوانیم. تأثیرات متقابل دوایی چی است؟ دواها علیه یکدیگر تأثیرات می داشته باشن. میتونه تأثیرات یکی دیگه خود کم بکنه، میتونه تأثیر یکی دیگه خود زیاد بکنه، یا هم میتونه تأثیر نداشته باشه. اگر تعریفی ازش داشته باشیم میتونیم بگیم که در اثر تطبیق دوای دومی در یک شخص تأثیر دوای اولی تغییر کند. این تغییر میتونه باعث شود که تأثیرات دوا زیاد شود، یا هم میتونه باعث شود تأثیرات دوا کم شود. وقتی که تأثیرات دوا زیاد شد میتونه مفید باشه، وقتی که تأثیرات دوا کم شد میتونه مضر باشه. دوستا، به هر اندازه که شما تعداد دوا را زیاد میکنین، تعداد زیاد دوا را به مریض تطبیق میکنین، احتمال تأثیرات متقابل دوایی هم زیاد میشه. از همین خاطر بهتر است که شما دوای زیاد به مریض خود تطبیق نکنید، یا هم تعداد اقلام دواییتان زیاد نکنید. معمولا طبق گایدلاین های جهانی یا راهنمودهایی که WHO داره، هر مریضی یک دوا نهایتا 2 دوا داره، بیشتر از او شما نباید تطبیق بکنید به مریض خود. بحث دیگه تاثیرات متقابل فارماکو دینامیک است. تعریفی از این اگر داشته باشیم میتونیم بگیم که هرگاه 2 دوا بالای یک ساحه واحد اثر کند و در نتیجه اثرات یکدیگر خود را تقویه یا هم تضعیف کنه، به اینمی چی میگن؟ تاثیرات متقابل فارماکو دینامیک. مثلا دوستا 2 دوای معده دارین، 2 دوای معده، هر دوش همزمان به خاطر کاهش اسید معده میتین. هرگاه تاثیر یکی دیگه خود زیاد بکنه یا هم تاثیر یکی دیگه خود کم بکنه، میگیم که یا تاثیرات متقابل چی دارن با هم دیگه؟ تاثیرات متقابل فارماکو دینامیک دارن. دوستا در این قسمت یک مقدار توجه بیشترتان خواهان هستم. اگر دوای A داشته باشیم و دوای B داشته باشیم، هر دویش همزمان تطبیق بکنیم. قیمت دوای A ما 2 باشه و قیمت دوای B ما 4 باشه. قیمت دوای A ما 2 باشه و قیمت دوای B ما 4 باشه. منظورم از قیمت پولیش نیست، قیمت کاریش است. هرگاه قیمت A ما 2 و قیمت B ما 4 باشه و هر دوش بالای یک ساحه اثر بکنه، 2 جمع 4 مساوی به 6 شوه، این میگیم این 2 دوا به اثر است.
دو دوا بی اثر است، یعنی تاثیر یکی دیگه خود کم یا زیاد نمیکنه. هرگاه دوای ایما 2 باشه قیمت کاریش و قیمت کاری دوای بی ما 4 باشه، هر دوش همزمان تطبیق بکنیم، و حاصلش یک شوه، به اینی انتاگونیزم میگیم. انتاگونیزم به چی معنا؟ به این معنا که تاثیر یکی دیگه خود را چی کردن؟ خنثی کردن، تاثیر یکی دیگه خود را کم کردن. هرگاه قیمت تأثیری دوای ایما 2 باشه و قیمت تأثیر دوای بیما 4 باشه، هر دو را همزمان تطبیق بکنیم و حاصلش مثلا 10 شوه، به اینی سینرژیزم میگن. سینرژیزم به این معنا که این دو دوا با هم یک جا تطبیق شد ولی اثراتش چی شد؟ اثرات نهاییش زیاد شد. اینجا اثرات نهاییش کم شد ولی اینجا بی تأثیر بود. با بی تأثیر میگیم. هرگاه تأثیر یکی دیگه خود را کم بکنن انتاگونیزم میگیم، ولی هرگاه تأثیر یکی دیگه خود را زیاد بکنن سینرژیزم میگیم. امیدوار هستم که فهمیده باشین. دیگه تأثیرات متقابل فارماکوکینیتیک است. تعریف از تأثیرات متقابل فارماکودینامیک داشته باشیم، میگیم که هرگاه دو دوا فارماکودینامیک یکی دیگه خود تغییر بده. فارماکوکینیتیک یک دیگه خود تغییر بده، یا هم در جذب یک دیگه خود مداخله بکنه، در توزیع یک دیگه خود مداخله بکنه، یا در متابولیسم یک دیگه خود مداخله بکنه، یا هم در اطراح یک دیگه خود مداخله بکنن. به این تأثیرات متقابل فارماکوکینیتیک گفته میشه. شما ایرا میفهمین که فارماکوکینیتیک از جذب، توزیع، متابولیسم و اطراح صحبت میکرد. پس تعریفی از تأثیرات متقابل فارماکوکینیتیک داشته باشیم، میگیم هرگاه دو دوا فارماکوکینیتیک یک دیگه خود تغییر بدن، یا هم جذب، توزیع، متابولیسم و اطراح یک دیگه خود تغییر بدن، و یا تأثیرات متقابل فارماکوکینیتیک گفته میشه، یا هم تأثیرات فارماکوکینیتیک یک دیگه خود را کم یا زیاد بکنن. بحث دیگه تأثیرات متقابل دوایی در خارج عضویت است. در خارج عضویت هم دواها میتونه با یکی دیگه خود تعامل بکنه، تأثیرات یکی دیگه خود را خنثی بکنه، یا حتی در اثر تعامل دو دوا یک محلول یا هم یک دوای کاملا نو ایجاد شود که بتونه کشنده باشه یا هم بتونه زهری باشه. پس در حد توان دوستا، در حد توان کوشش میکنیم که دواها را مخلوط نکنیم. دواها را مخلوط نکنیم. دیده باشین اکتیات کسایی که نرسینگ خوانده یا کسایی که تجربه کافی نداره چندین دوا را با یک دیگه خود با یک دیگه چی میکنن؟ مخلوط میکنن که مطابق به علم فارماکولوژی نیست یا هم مطابق به گایدلاین های بین المللی نیست. پس در حد توان ما کوشش میکنیم که دو دوا را یا سه دوا را با هم مخلوط نکنیم. اگر مخلوط هم کردیم ما باید بدانیم که اینمی موضوع چی باشه؟ علمی باشه. در صورت مخلوط نمودن چی بکنیم؟ مطمئن باشیم که به اساس چی باشه؟ به اساس معلومات علمی باشه. یعنی بدون معلومات علمی یا بدون معلومات کتابی نباید دو دوا یا سه دوا یا 4 دوا را با هم مخلوط بکنیم. از این کار ما شما را توصیه میکنیم که کاملا خودداری کنیم. موضوع دیگه تأثیرات متقابل غذا با دوا هست. یک تعداد غذاها با دواها تأثیرات متقابل دارن. به چی معنا؟ یعنی تطبیق همزمان
بعض دواها با غذا، یعنی دوا را با غذا یک جای تطبیق بکنیم، چی میشه؟ سبب تأثیرات متقابل فارماکوکنیتیک و فارماکو دینامیک شده میتونه. هرگاه یک تعداد دواها را با یک تعداد غذاها یک جای تطبیق بکنیم، سبب تأثیرات متقابل فارماکوکنیتیک یا هم فارماکودینامیک شده میتونه. به گونه مثال دوستا، هرگاه تتراسیکلین همراه با لبنیات یک جا تطبیق بکنیم، این حالت میتونه جذب تتراسیکلین چی بکنه؟ مختل بسازه. یا هم هرگاه کپتوپریل با غذا یک جا تطبیق بکنیم، این هم میتونه جذب کپتوپریل چی بکنه؟ مختل بسازه. یا هم آنتیکوگولاند ها را با سبزی ها یک جا بدیم، با سبزیجات یک جا بدیم، در نتیجه تأثیرات آنتیکوگولاند را چی میکنه؟ کاهش میده. پس گفته میتونیم یک تعداد دواها با یک تعداد غذاها تأثیرات متقابل داره. پس متوجه باشیم که یک تعداد دواها با یک تعداد غذاها تأثیرات متقابل داره و یک تعداد دواها را با یک تعداد غذاها ندیم. مثل تتراسیکلین با لبنیات ندیم، کپتوپریل با غذا ندیم و آنتیکوگولانت با سبزیجات یک جا ندیم. موضوع دیگه دوستا دوا و حاملگی است. دواها را دوستا به اساس اینکه بالای جنین یا بالای رشم به چی اندازه تاثیر داره و یا به چی اندازه ضرر داره تقسیمات کردن که تقسیماتش A, B, C, D و X است. میتونه دوا در یکی از این قرار بگیره. دوای A دوستا کاملا امن است یا کاملا بی‌ضرر است. دوای B احتمال بی‌ضرر بودنش زیاد است. دوای C باید احتیاط بکنیم که میتونه مضر باشه بالای جنین یا رشم. دوای D دوستا دوای خطرناک است. تا زمانی که زندگی مادر در خطر نباشه از این استفاده نمیکنیم. پس زمانی از دی استفاده میکنیم که زندگی مادر در خطر باشه. دوای X دوای کاملا ممنوع است، یعنی از این استفاده نمیکنیم. دواها میتونه در یکی از این گروپ ها قرار بگیره. باز هر دوا را که ما شما مورد مطالعه قرار دادیم میبینیم که آیا در A میآید، در B میآید، در C میآید، در D میآید یا در X میآید. هر دوا در مورد جزئیاتش باز گفته شده که در کدام خاندان قرار میگیره. اگر A قرار بگیره ای کاملا امن است. B اگر باشه احتمال بی‌ضرر بودن زیاد است. در C باشه در احتیاط میکنیم امروش. D کاملا خطرناک است و دیر زمان استفاده میکنیم که چی شوه؟ زندگی مادر در خطر باشه و X را هرگز استفاده نمیکنیم. این بود دوستا ویدیوی آخری از اساسات فارماکولوژی. بر شما توصیه میکنیم که ما را دنبال بکنین و فعالیت های ما ادامه می داشته باشه. دیگه لطفاً دسکریپشن ویدیو را هم یک دفعه ببینید. تا بعد، خداحافظ شما.